نگاه این الان بیغ بیغ منه، یعنی داخلش قرمزه. بنابراین شما فقط با پرداخت 73 میلیون تومان به راحتی میتونین این دستگاه رو بخرین و قرمزی رنگ هندونه رو تشخیص بدین. دقیقاً فقط با 73 میلیون، البته با یک ضریب خطای خیلی کمه. شما زن و شوهر واقعا تعطیلی. 2 سال عمر خودتون رو گذاشتین پای این آشغال که قیافته بهشون 2 سال پشنه، 1 سال و چند ماه؟ 11 ماه. مهم است که کار بونه دستگاه. این واقعا کار میکنه؟ بله اصلا واقعا کار کنه. من سوالم اینه که کی پول میده واسه این آشغال که قیافه توم هست، بعدشون این دستگاه کاربردیست. بله قیافتون چون نکن چاقو شکمت نزدم. تو مدنی چند از پدرات حاله به خاطر کقبیان هندوانه جلو بیچهاش خجالت کشیه ین همی بابای شورا یک سری یک هندوانه به خریبی کل فامیل جمع کرده بی همه قاشق به دست منتظر قیافه هم میگرفت که مثلا مو خیلی حالی مرا تپ به تپ مزد هندوانه میگفت هندوانه مال کیست، فامیل میگفتن مال ماست، چاقو بزد پرش کرد. باور که خود ما بیشتر پره رفتیم. چندی کقبی دو دلم به باباش گفتم همی. شما چی گفتی به بابای من؟ دلم گفتم عزیزم. شما بیجا کردی تو دلت به بابای من گفتی همی. حالا دعواتون رو بزنیم واسه بعد. بحث من الان چیز دیگه است. منطقی آخه یه نفر 73 میلیون پول بده به این؟ مگه آدم تو زندگیش چقدر هندونه میخوره؟ 73 میلیون داد. آقا 73 میلیون داد. ما هر دفعه میخوایم بریم هندونه بخریم باید اون دستگاه رو به خودمون ببریم. جیبیشه درست مونو. ای بابا بس دیگه. به جای اینکه به بیچاره کمک کنین یک سره دارین ازش ایراد میگیرین. حسودا. شهره جون عزیزم، شما این دستگاه به چند تا شرکت نشون دادین؟ آره بردیمش. خب نتیجهش چی شد؟ هیچی دیگه، شهرامو که میشناسی میریم اونجا دعوامون میشه میندازنمون بیرون. وا یعنی چی؟ یعنی اینکه با میشیم میریم توی جلسه میشینیم 3 ساعت وقت میذاریم، اونا من میگردن میگن این آشغال چیه، ایشون زرتی میگه آشغال که قیافته. خب وقتی فاش متن چیش بهشو بگم؟ یه کار دیگه هم میتونین بکنین. میتونین به شرکت‌های خارجی ایمیل بزنین. ایمیل؟ این کودن ایمیل میدونه چیه؟ نه فقط خودت بدونی ایمیل چیه. ایمیل چیه؟ همونا که www در اولش. آره www داره. ایمیل آقا بحث من اینه که کدوم احمقی میاد اینو بخره؟ عموی من. نمیزون چیز که عموش گفته تولید انبوه پول متو. ایمیل اون بعد حرفی نیستا. آره تازه اونا به دلار هم پول میدم، پولشون بیشتره. ایمیل بزن. بخ بریم ایمیل بزن. بخ حسودای پلاستیکی. یا عباس، یا خدا. شهرام بیا برامون ایمیل اومده. شهرام چی گرفتم؟ ترسیدین؟ ببخشید. بیا نگاه کن. چی گرفتم؟ ایمیل اومده از یه شرکتی برامون، بخون. کو؟ چک کردم. گفته چیه؟ گفته هلو سلام بعد اینا چیه؟ عددشو بگو. نه مفهمم. چی عدد؟ آره 30 میلیون. ما به هوای 30 میلیون بخیزم برم تا خارج. علامت دلار قبلش هم نگاه کن، عقل کن. یعنی چه؟ 30 میلیون دلاره. 30 میلیون دلاره. وای دلار شدی. چون فقط جونک سری بارو خانی پیاره 30 میلیون جنبه. بله 30 میلیون دلاره. گفته به عنوان پیش پرداخت تا 1 ماه دیگه 10 میلیون دلارشو واسهتون واریز میکنن. یه خواهش دیگه هم که داشتن که با هیچ شرکت دیگه وارد مذاکره نشید. نه ما اصلا با هیچ مختلط بگم. آخرش هم گفتن که مجدد بهتون ایمیل میزنن. احتمالاً میخوان اطلاعات دقیق تری ازتون بگیرن. خدا خیرش بده. خدا. دلار چنده الان؟ دلار چنده؟ دلار امروز فکر کنم 53 بعداً حساب می‌کنیم. شهرام جان الان چه خبر شوهر خانم؟ بابا چطورن؟ خوبن؟ سلام دارن خدمت. از وقتی عروس شدین کلا نیست. نفرمایید. جانوره ماشین حساب جانوره. ناهار که نخوردین؟ دستتون درد نکنه ما میریم. نه نخوردیم. نه زشت. شوهر خانم منم ناهار نخوردم. اگه نخوردین که نه نخورده. صبر کنین. ما مزاحم شما نمیشیم آقای مهندس. ما باید بریم. این منوی رستوران کیفیتش هم خیلی خوبه. من خودم سفارش می‌خوام بدم. دست شما در. خواهش می‌کنم. فقط یه نکته بهتون بگم. این شرکت‌ها رو بیشتر در موردش تحقیق کنین. یک وقت کلاهبرداری نباشه. خب یعنی الان دقیقاً باید چیکار بکنیم؟ در چه حد زبانتون؟ گلیمتون میتونه عذاب بکشه؟ اوکی یس بابا آف کورس. خب خوبه دیگه. انتخاب کردین؟ بله ما یک دونه زمین. ما مزاحمتون نمیشیم. نه یک دونه خواهش می‌کنم. تاکه وای بی زحمت بریم و برای خانم. چی؟ نه لحظه. تاکه وای همین که چی مرغه. تیک اوی منظورت فکر کنم.
ما یکم یعنی تلفظات زیاد وارد نیست. ببین تیکوی یعنی بیرون بر، اصطلاح بیرون بر میشه. بردی. خب من فکر می‌کنم با این تفاصیل شما دوتا جفتتون با آموزش زبان نیاز دارین. یه پیج اینجا داشتم پیداش کردم. ببین این یه پیج انگلیش تی اف تیه. دوره کاملا مکالمه محور دارن که خیلی زود به نتیجه میرسین. سه تا پست آخرشون رو ببینین، یه هایلایت آبی هم دارن، فرقش رو میفهمین و خیلی زود زبان یاد میگیرین. حتما یه سری بزنید. خیلی انگار اسپانسر تاستگا به عبارتی درسته؟ آره دیگه تو کپشن هم تگ شده. خب خدمت شما عرض شود ما یک دونه چلوگوش یک دونه ماهی. ما میریم شهرام جان. من نهار گذاشتم. من دارم سفارش میدم شهر خانم راحت بس بشین. دلارا رو بگیریم این کلا مخرومش چند کلا چند چند هیچ منو تو چیز فاکتور غذا چند رفت؟ آقا شهرام مهمون من قربونت برم. دستتون درد نکنه آقای محافظ. ببخشید پول داره اصلا ما نباید تعارف کنیم. این چیه؟ آیفون. نه اونو میدونم. این چیه گذاشتی پشتش؟ او مانی چیش میگن اینا؟ فارسیش پول است. بچه ها گنج پیدا کردین؟ راه حل جواب داده عزیزم. ایمیل به شرکت خارجی. آره کلا بعد اون آشغالو چند فروختی؟ آشغال که قیافت اما 30 میلیون دلار. بعد الان براتون پولم واریز کردن؟ نه الان واریز نکردن، گفتن هفته دیگه 10 میلیون دلار پیش پرداخت. خب خدا رو شد. شهره جون شیرینی ما یادت نره. خب بعد اینا رو چجوری خریدی؟ فیکه دیگه. فکر قیافت نخیر چکی بخریه این ازم دم چک گوشی 80 میلیون بی ازم دم چک بودایم 120 میلیون. اینطوری که 40 میلیون ضرر کردی. چیشه؟ ضرر کردی 40 میلیون. تری از چیش صحبت می‌کنی زلر اصلا ما اگه دیگه ما بفهمیم زلر چی چیز برفتیم هفته پیش یک ماشین برای شورا بخریه یک 206 500 میلیون بی 750 میلیون ازم دم چک بوده. به مبارک باشه. پس الان با ماشین اومدین؟ نه دیروز شورا تصادف کرد. نه پرایده مقصر بیا مقصر شورا نه رفتم اونجا دیدم شورا حالش خراب در گیری همنا ماشین داغون رفت فکر می‌کنیش گردم بنزین برداشتم برختم دیری ماشینا پر بنزین فندک بزایم فایر چیش میگه شما آتش شعله مردم هاجو باج بیندری چیکار می‌کنی گفتم میره آتش بزایم که زنم بفهمه اصلا ما دیگه مادیات برات اهمیت نداره. بله 700 میلیون آتیش زدی؟ 750 میلیون پره رفته از صدت. احمد من میگم که کم کم بریم که به تاریکی شب بر نخوریم. مخصه بره تصادف داره پره میره مخصه بره مامانم نگرانم شد. نگران ازم همین دیتا بی پی مارتر من نداره میگن نگران رفته بره حسودای پلاستیکی. شهرام اینجوری نگو بالاخره اینا هم دوستاتن. دوست دارن اما حسود نمیتونن ما رو ببینن. نه؟ خب چیکار کنم با دلارا؟ با 10 میلیون نگفتم باش نکنی شوخی خرکی رو. ایده خودت بود که تقصیر من انداز. بعدم اصلا فکر نمی‌کردم بتونه اون ایمیلو بخونه. او طرف ماشین خریده. ماشین آتیش زده. حالا چجوری بهش بگیم؟ مثلا من الان درستش کنم. الو 115 ببخشید ما یکی از دوستامون تقریبا نیم ساعت دیگه سکته میکنه. من خواستم پیشاپیش خبر بدم. مسیرش اگه تو مسیرتون بود بیاین اینم ببریم. الو این کافه چند مرزه بخرمش اینجا. جدی میگم کافه چند اما کافه چند